نه مارشمالو نه پاستلا. این زفیره، دسر لذیذ روسی با یه تغییری که خود آشپزای جدید روس دادن. بریم سراغ درست کردن دسر ابر سیب. سیب و پوست بگیرید، خرد کنید و با یه لیوان آب و یه قاشق غذاخوری شکر بذارید بپزه. به همراه 2 تا دونه هل که کوچولو شکستید تا دونه ها خارج نشن. 10 دقیقه که بپزه آب میندازه. وقتی که آبش کمی جذب شد و اندازه همون یه لیوان آب موند و سیب ها نرم شدن، پورش کنید و پودر ژلاتین رو بهش بزنید و حدود 20 دقیقه با همزن برقی با دور تند بزنید. وقتی پف کرد و سفید شد، کاغذ روغنی رو مچاله کنید و باز کنید. بندازید کف ظرفتون و دسر رو بریزید داخلش. یک کیسه فریزر باز کنید، بکشید روش طوری که بچسبه به روی دسر و اطرافش رو فرو کنید دور دسر. داخل یخچال 4 ساعت بمونه. بیشترم موند که چه بهتر. حالا این دسر خوشمزه رو برش بزنید و لذت ببرید. خواهش میکنم هنگام درست کردن با من درست کنید تا هیچ اشتباهی نداشته باشید و یه دسر لذیذ درست کنید. لطفاً کانال منو سابسکرایب کنید تا همیشه پست‌های جدید منو ببینید و از دستشون ندید.